فاصله گیری از دیگران به خاطر کنترل شیوع کرونا. تجمعات و جمع شدن مردم در یک جا خطرات به دنبال دارد. دولت‌ها مردم را از تجمع برحذر می‌دارند و بسیاری از مدارس، کتابخانه‌ها، دانشگاه‌ها، اماکن دینی، مساجد، زیارتگاه‌ها و مراکز و مؤسسات فرهنگی و ورزشی نیز بسته شده اند. این اقدامات برای نگه داشتن حفظ فاصله میان مردم و عدم تماس آنها با همدیگر اتخاذ شده است. این اقدام روش تایید شده برای ساختن گسترش و شیوع بیماری‌های همه‌گیر از جمله کرونا است. حتی افرادی که علائمی از ویروس کرونا نشان نمی‌دهند ممکن است این ویروس را با خود داشته باشند. این گروه ممکن است فکر کنند می توانند با دیگران در هم آمیزند و با آنها تماس داشته باشند، اما از این نکته غافل هستند که با این کار ویروس کرونا را پخش می کنند. شما باید حداقل به فاصله 2 متر دورتر از دیگران بایستید. حتی الامکان از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنید و مسافرت‌های غیر ضروری خود را کاملا محدود کنید. کارهای اداره را در خانه انجام دهید. از شرکت در جلسات و اجتماعات خودداری کنید و به هیچ وجه به جاهای پرجمعیت مانند استادیوم‌ها و ورزشگاه‌ها نروید. متخصصان میگویند حتی خودداری از یک تماس و برخورد با دوستان، خویشاوندان و همکاران خود تأثیر مهم در قدرت انتشار ویروس کرونا در جمعیت دارد. این راهکار جان هزاران نفر را در آنفولانزای همه‌گیر اسپانیا در سال 1918 و در این اواخر آنفولانزای همه‌گیر سال 2009 مکزیکو سیتی نجات داد. جای هیچ بحثی نیست که افراد مسن و آنانی که دارای شرایط سلامتی ضعیف هستند بیشتر در مقابل این ویروس آسیب پذیرند. اما افراد جوانتر هم به هیچ روی در امان نیستند. این گروه ممکن است علائم خفیفی از خود نشان دهند، اما شاید ناقل ویروس باشند. این افراد نباید با اعضای خانواده و دیگران که ضعیفتر هستند بگردند و تماسی با آنها داشته باشند. با این کار به احتمال بالا رقم آمار تعداد افراد آلوده به ویروس را بالا میبرند. مسئله این نیست که در داخل خانه بمانید، بلکه مسئله مهم این است که از تماس با مردم اجتناب کنید. برای کاهش تعداد دفعات رفتن به خرید، هر بار که به خرید می روید به مقدار زیادی خرید کنید. اوقات و ساعاتی را برای خرید انتخاب کنید که فروشگاه‌ها خلوت و کم جمعیت هستند. هر سطحی در داخل فروشگاه ممکن است آلوده باشد. برای تمیز کردن دسته سبد یا دسته چرخ مغازه از یک دستمال ضد عفونی کننده استفاده کنید. متخصصان استفاده از دستکش را توصیه نمی کنند، اما اگر از دستکش استفاده می کنید تا زمانی که دستکش هایتان را در نیاورده اید اصلاً به صورتتان دست نزنید. یک متخصص توصیه می کند که قبل از خرید موبایلتان را بسته‌بندی کرده و در یک جای محکم و تا حدود غیر قابل دسترسی قرار دهید. تا ناخودآگاه و از روی عادت هنگام خرید آن را به دست نگیرید. این می تواند فرصتی برای انتقال و گسترش به ویروس کرونا بدهد. کسی به درستی نمی داند تا چه مدت زمانی باید فاصله گیری اجتماعی را رعایت کنیم. بیشتر بستگی به این دارد که حفظ فاصله تا چه اندازه در متوقف ساختن این بیماری همه‌گیر مثمر ثمر واقع خواهد شد. اما خودتان را برای حداقل 1 ماه و یا شاید بیشتر آماده کنید. یک متخصص اعتقاد دارد که ما در قلمرو ناشناخته قدم برمی‌داریم و تجربه در این محیط نداریم.